Herkese merhabalar. سلام به همه. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. خوش اومدید به یکی دیگه از آموزش‌های دستور زبان ترکی استانبولی. مبحث این ویدیو و این جلسه‌مون هستش پسوند کادار یا آکادار، همونطور که ملاحظه می‌کنید. این پسوند همون معادل تا در زبان فارسی هستش و اینکه چه کاربرد داره، کجاها استفاده میشه و به چه دردمون میخوره به همراه نکاتش در ادامه این ویدیو براتون من آموزش خواهم داد. اگر این مبحث براتون جدید هست تا آخر ویدیو با من همراه باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم آنچه که قراره تو این ویدیو با هم دیگه یاد بگیریم راجع به پسوند تا هستش. ما در ویدیوهای قبلی با شما عزیزان پسوندهای در، از، را، با رو خوندیم و به البته پسوند به را هم خوندیم و رسیدیم به آخرین پسوندی که برامون مهمه. یعنی همه پسوندها مهمن ولی 6 تا پسوند خیلی از همه مهمتره. چرا که چون اگر ما اینا رو ندونیم عملاً حتی نمیتونیم یه جمله ساده هم بسازیم و بگیم مگر اینکه با اشاره و اینا. به هر حال پس رسیدیم پسوند تا. نحوه گفتن تا در ترکی استانبولی رو میخوایم یاد بگیریم، مثل تا دانشگاه، تا خونه، تا شرکت، تا مدرسه، تا حالا هر کجا. به هر حال میخواد اون مقصد رو نشون بده. اینکه چه پسوندی هستش و ما چه پسوندی رو اگر داشته باشیم میتونیم تا بگیم در اول ویدیو شما دیدید. الان هم میخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم. اگر ما یک اسم داشته باشیم بعد بیایم به اون اسم پسوند یا آ یا ی و یا و بعدش کادار بیاریم، این میشه در واقع همون معنای تا میده. دقت بکنید بچه ها که این ا و آ یا ی و یایی که اینجا ملاحظه میکنید همون پسوند ب بود که با هم خوندیم. پس در نتیجه همه قواعد، نکات که اینکه مثلا پسوند ب می اومد بعضی از حروف آخر کلمات به چه شکلی می شدن، نمیدونم که از ی و یا استفاده می کردیم، همه اون قواعد ایزن بزنید برای اینجا هم، یعنی اون قواعد پسوند ب برای اینجا هم حاکمه. یا به عبارت دیگه انگار شما دارید همون پسوند ب رو میخونید منتها اینکه بعدش یه دونه کادار میاد، همون انگار پسوند ب هست به علاوه یه کادار که شده تا، معنی تا میده. حالا چرا این کادار داخل پارانتز در ادامه ویدیو براتون خواهم گفت، ولی زمانی که شما میخواید معنی تا بده این کادار باید حتما باشه، یعنی پسوند ب رو به اسمتون اضافه بکنید و کادار حتما بعدش بیارید. چرا من دارم این هم توضیح میدم تا براتون پسوند ب قواعدش و نکاتش رو مجدد دیگه توضیح ندم. حالا من یه لینک هم اینجا میذارم، اونایی که پسوند ب رو نمیدونن چیه یا قواعدش رو فراموش کردن، نکاتش رو فراموش کردن، از این ویدیو ببینن، چون دیگه من اون نکات رو به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد نشه و کسل کننده نباشه نخواهم گفت. خب چند تا مثال. ساعت بشه کادار çalışıyorum. خب ساعت بش میشه ساعت 5. کادار اضافه شده تا ساعت 5. çalışıyorum یعنی کار میکنم. پس یکی دیگه از کاربردهای پسوند تا گفتن زمان دیگه، یعنی تا یک زمانی. Okula kadar yürüdük. Yürüdük یعنی پیاده رفتیم. Okula kadar یعنی تا مدرسه. Sabaha kadar uyumadım. Uyumadım یعنی نخوابیدم. Sabaha kadar uyumadım یعنی تا صبح نخوابیدم. Akşama kadar dışarıdayım. akşam میشه عصر، شب، kadar داره یعنی تا شب، dışarıdayım یعنی در بیرون هستم. Markete kadar beni takip et. takip et یعنی دنبالم بیا، یعنی فالو کن. بنی یعنی منو. مارکت kadar یعنی تا مارکت یا تا فروشگاه. Filmin sonuna kadar bekledik. فیلمین sonu یعنی آخر فیلم. اینجا این نه که میبینید بهش میگن نه میانجی. حالا بچه‌هایی که دارن با ویدیوها هم سط میان اینو فعلا ما نخوندیم این نه رو،
توی بخش مالکیت خواهیم خوند. اونجا متوجه میشید چیه. من اینجا توضیح نمیدم، ولی خب بچه‌هایی که سطحشون از این ویدیو بالاتره و این ویدیوها رو دارن در حکم مرور گرامر ترکیش رو میبینن، اونا میدونن این چیه. این نه میانجیه، به خاطر اینکه اینجا حالت مالکیت وجود داره. ما اینجا فیلم سونو حالت مالکیت داره، ما نه رو به خاطر این اضافه کردیم. به هر حال فیلmin sonuna kadar میشه تا آخر فیلم. bekledik یعنی منتظر ماندیم. و مثال آخر bayrama kadar izinliyim. izinli یعنی که در مرخصی. izinliyim یعنی در مرخصی هستم. bayrama kadar هم به معنای تا عید معنی میده. تا عید در مرخصی هستم. خودم خواستم که مثال زیاد باشه، چون قواعد پسند ب رو یه بار گفته بودم دیگه، تو این ویدیو نمیگم. گفتم که مثال بیشتر باشه که شما متوجه داستان بشید. اما این پسوند تا میتونه همراه با ضمایر فاعلی هم بیاد. ضمایر فاعلی مجدد ما مرور میکنیم. Ben, sen, o, biz, siz, onlar بود. حالا من اگر بخوام با ben بگم تا من، میشه bana kadar. حواستون باشه دیگه، همون مجدد قوانین پسوند به هستش. ما اگر میخواستیم بگیم به من، دیگه بنه نمیگفتیم، میگفتیم بانا، سانا، اونا، بیزه، سیزه، اونلارا. حالا اینجا تو این ویدیو بعد اینا رو میگیم، ولی بعدش یه دونه کادار اضافه میاریم. کادار هم ثابته، عوض نمیشه. پس میشه ben bana kadar, sen sana kadar, o ona kadar که اون نه میانجیه. biz bize kadar, siz size kadar, onlar میشه onlara kadar. bana kadar تا من. البته این sana kadar باید باشه، اینو سه کنید، اشتباه تایپی شده. sana kadar یعنی تا تو، ona kadar یعنی تا او، bize kadar یعنی تا ما، size kadar تا شما، onlara kadar یعنی تا آنها. اما اینجا یک نکته خیلی مهم هستش. این پسوند تایی که ما تا این لحظه خوندیم میتونه با یه پسوند دیگه بیاد، یعنی با پسوند از بیاد. چرا؟ الان توضیح میدم چرا. یعنی میخوایم بگیم از یک اسمی تا یک اسمی، مثلا از جایی تا جایی یا از زمانی تا زمانی. پس با این فرمت میاد. منظور از جایی یعنی چی؟ یعنی اسم مکان بذار. یعنی از استانبول تا آنکارا، از استانبول تا تهران. از زمانی تا زمانی یعنی چی؟ یعنی از چهارشنبه تا شنبه، از ایلول تا آرالک. یعنی این فرمت دستور زبانی، این فرمت گرامری تو این دوتا حالت استفاده میشه. یعنی یا شما مکان میذاری تو اون جای خالی یا نقطه چینا، یا زمان میذاری و شروع و پایانش رو مشخص میکنی. این توی kitaap استانبول هستش این قالبه. مثلا çocuklar okuldan eve kadar şarkı söylediler. بچه‌ها از okul که پسوند از گرفته ثبت شده، eve kadar تا خونه پسوندش بنفش شده، şarkı söylediler آهنگ خوندن. Spor salonu 7.30'tan 9'a kadar açık olacak. açık olacak حالت زمان آینده هستش، یعنی باز خواهد بود، با اون کار نداریم. سپور سالونو هم که خب مشخصه، یعنی سالن ورزشی، از ساعت 7:30 تا 9. Yolculuk İstanbul'dan Berlin'e kadar sürdü. Yolculuk میشه سفر. İstanbul'dan یعنی از استانبول برلینه kadar تا برلین، تا برلین. sürdü sürmek یعنی طول کشیدن. sürdü یعنی طول کشید. مثال بعدی dersimiz 15 Eylül'den 20 Aralık'a kadar ya Aralık'a kadar devam edecek. ادامه خواهد داشت. پس شروعش 15 ایلوله، پایانش 20 آراlık دیگه، بازه رو داره نشون میده، شروع و پایان رو داره نشون. البته همش اینطوریه. مثلا استانبول شروع، برلین یا برلین پایانه، 7.30 شروع، 9 پایانه. یعنی یه شروع و پایان رو داریم نشون میدیم. Ya film başından sonuna kadar çok heyecanlıydı. Film başından sonuna kadar yani film از
شروعش تا پایانش خیلی هیجان انگیز بود. باز اینجا ما دوتا حرف داریم، نه داریم قرمز شده که به اینا عرض کردم خدمتتون، میگن نه میانجی. شما اینطوری فعلا اینا رو یاد بگیرین چون مبحث داره، توضیح داره که در این ویدیو جاش نیست اینجا توضیح بدم خدمتتون. سر جاش تو مالکیت ها، چون باید اول مالکیت رو بلد باشین بعد اینو توضیح بدیم. به هر حال پس شد فیلم از شروعش، یعنی خب ابتداش، sonuna kadar تا پایانش، تا اتمامش، تا در واقع پایانش عرض کردم هیجانلıydı، هیجان انگیز بود. و رسیدیم به پایان درسیمون. پایان این ویدیو آموزش پسند تا یک مبحث مثل سایر ویدیوها مهم. امیدوارم که کامل و جامع یاد گرفته باشید و در مکالماتتون یا در تماشای فیلم، خوندن مطالب ترکی به زبان ترکی اینا رو متوجه بشین. مراقب خودتون باشید. تا جلسه آینده، hoşça kalın.